تاجران ماشین میگویند قرار آخر حکومت در مورد منع کردن واردات ماشین‌های استحصالشان تا سال 2005 به ماشین‌های استحصال کره در بازار تاجیکستان راه می‌گشاید، چون ماشین‌های استحصال آلمان از 2005 به این سو برای عامه وسیع مردم بنابر گرانی دستنارس می‌شود. در تاجیکستان ماشین‌های استحصال آلمان از همه خوش خرید و مورد پسند رانندگان است. انتخاب اکثریت بر سر ماشین تمغه اوپل می‌افتد، چون این ماشین ساخت آلمان هرچند دسته دوم است اما بنابر ارزانی و صفت خوب در مقایسه با دیگر ماشین‌ها محبوبیت زیاد دارند. الهام رازقزاده، یک صاحبکار تاجیک که چندین سال بعد تجارت ماشین مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت ماشین‌ها از اروپا توسط لاتویا به تاجیکستان فرستاده می‌شوند، چون این یگانه کشور بلتیک است که به سمت تاجیکستان راه آهن دارد. به نقل این صاحبکار، تاجران ماشین تا کنون بیشتر ماشین‌های استحصالشان تا سال 2000 و از آن نوتر را می‌خرند و به تاجیکستان می‌فرستند که همچنین خریداران زیادی داشت. او میگوید مثلا ماشین‌های اوپل استحصالی تا سال 2000 را در لاتویا 600-700 دلار می‌خرند. با واگن به تاجیکستان بردن یک ماشین تقریبا 1000 دلار است. از همه قیمت باج گمرکی و انداز است. از هر ماشین 2200 دلار ستانیده می شود. وقتی چون این ماشین به تاجیکستان می رسد تنها خرجش از 4200 تا به 4300 دلار می رسد. این هم صحبت رادیو آزادی گفت صاحبکاران با اضافه کردن یک مقدار علاوه پولی و فایده خود این ماشین ها را می فروختند که خریدارانشان قشری میان حال اهالی بود. موضوع منع واردات ماشین های استحصال تا سال 2005 در نشست کمیته حفظ محیط زیست روز زد. مقامات گفتند ماشین های کهنه دود زیاد خارج می کنند که باعث آلوده شدن هوا می شود. یک هفته بعد از این قرار حکومت در این بابت صادر شد و از 15 فوریه واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کردند. رازقزاده میگوید یک بار صادر شدن این قرار بسیاری از تاجران را در حالت ناگوار گذاشت، چون که بسیاری ها تا خریداری 6-7 ماشین در لاتویا منتظر میمانند و اکنون آنها نمیدانند این ماشین ها را در کجا بفروشند. اما تاجران ماشین در داخل تاجیکستان میگویند جای ماشین های آلمانی را در بازار عین زمان ماشین های ساخته کره تنگ میکند. مبارز سبحانوف، مؤسس تارنمای ماشین تیجی که یک بازار رایج خرید و فروش آنلاینی ماشین ها است، در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان انتخاب بیشتر خریداران سر ماشین های استحصال کره و ازبکستان میافتد. او گفت بسیاری از شرکت‌های تاکسی ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2007 را نمی‌گیرند. بنابراین تاکسیران‌ها تلاش می‌کنند ماشین‌های نوتر را بخرند، مثلا ماشین شورلت و یا آپترا می‌خرند که استحصالشان نو اما نرخش برابر اوپل است. از سال 2016 به این طرف واردات ماشین به تاجیکستان پی در پی کم شده است. بنا به معلومات خدمات گمرک سال 2014 به کشور بیشتر از 88,000 ماشین وارد کردند، اما واردات ماشین در سال 2016 تا به 6,000 عدد پایین آمده است.